چقدر این جمله داستایوفسکی تلخ و البته حقیقته. میگه آدما حرفای قشنگی واسه گفتن درباره تو دارن، اما خبر بد اینه که اول باید بمیری تا اون حرفا زده بشه. همون آدمایی که هیچ وقت بهت نگفتن چقدر واسهشون مهمی، یه روز کنار مزار تو میایستن و از تمام چیزایی میگن که تو دوست داشتی وقتی زنده بودی ازشون میشنیدی. همونایی که وقتی کنارشون بودی بودنت رو عادی و همیشگی فرض میکردن، بعد از رفتن تو از تو مثل یه اتفاق بزرگ و یک نعمت حرف میزنن. همونایی که وقت نداشتن جواب تماس تو بدن، آرزو میکنن که فقط یه بار دیگه صدا تو بشنون. و غم انگیزترین قسمت ماجرا میدونید کجاست؟ این که تو هیچ وقت اون حرفا رو نمیشنوی. ما آدما معمولا قشنگترین جمله هامون رو واسه مراسم ترحیم و خداحافظی نگه میداریم. صبر میکنیم تا یه نفر نباشه تا تازه از این بگیم که چقدر واسمون مهم بوده. شاید عجیب